سلام رفقا، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این سری ویدیوها قراره که یه سری ویدیو با هم ببینیم که دو دسته میشن. دسته اول ویدیوهایی هستن که ویدیوی خوبی هستند و الگوی خوبی هستن برای اینکه ازشون کپی بکنیم یا الگو برداری بکنیم تا ویدیوی خودمون رو بهترشون بکنیم. اونا رو قراره با هم ببینیم، تحلیل کنیم، نقد و بررسی بکنیم و بهتون بگم که دقیقاً اون ادیتور چیکار کرده و چطوری میتونید اون ویدیو رو خودتون اجرا بکنید، حالا با تکنیک هایی که داخل اون ویدیو پیاده شده. دسته دوم ویدیوهایی هستن که شما برای من ارسال میکنید، حالا چه تو اینستاگرام دایرکت، چه تو تلگرام، و یا خودم توی اکسپلور میبینم یا توی پیج کارفرما میبینم که با چه ادیتوری قبلا کار کرده. حالا در این مسیر ویدیوهایی که میبینم و ضعفی داخلشون داره رو گلچین میکنم، میارم اینجا، با هم میبینیم، نقد و بررسی میکنیم، میگیم این چیکار کرده، چیکار نباید میکرده، چیکار میکرده ویدیوش بهتر میشد و از اینجور صحبت ها و نکاتی که میتونه ویدیو رو خفن‌تر بکنه. حالا توی این ویدیو قرار هست که 2 تا ویدیو ببینیم از دسته اول و 5 تا ویدیو ببینیم از دسته دوم، که اون ویدیوها این ویدیو هستن که دارید میبینید. این 2 تا ویدیو هست که خودم تدوینشون کردم و نمونه‌کارهای خودم هستن که توی پیجم به این آیدی توی هایلایت نمونه کار قرار گرفته. حالا این 2 تا قبلا زدمشون و این 5 تا هم ویدیوهایی هستن که این از کارفرمایی بود که قرار داشت کار بکنیم که حالا فعلا که کار نکردیم و اینا هم توی اکسپلور دیدم. این یکی برای یکی از بچه‌ها معارضه است، اینم یکی بود توی تلگرام فرستاده بود به عنوان نمونه کارش بود، اینم تاها فرستاد، اینم که توی اکسپلور دیدم برام جالب بود. و بریم که ببینیم که داستان چطوریه. پلاگین اتمیکس رو که میخوایم، اتمیکس رو حتما داشته باشید چون که خیلی به کارمونه، هم برای ترانزیشن هم برای تکست پریست. کلا خیلی پلاگین خوبیه، من خودم کلا همیشه جلو دستم رو ازش استفاده میکنم. البته خب یه سری هستن از یه سری پلاگین دیگه استفاده میکنم، ولی خب من خودم چون تو کارم از این پلاگین استفاده میکنم و به کاره و خیلی هم خوبه. یه مقدار سنگینه، قبول دارم، آره. خب اول از ویدیوهایی که توی دسته دوم قرار گرفتن شروع بکنیم. اولیش اینه، این ویدیوی خانم نعیمی برای پیج خانم نعیمی. خانم نعیمی که دید نکنید که کارفرما هست. یه سکانس بذار با یکی یکی ببینیم بهتر. صدا هم بحث مهمیه، کامل صدا رو هم ببینیم. خب شروع کنیم. ساعت گرون؟ نه. اولین نکته، باند چپ و راست لول صدا با هم اوکی نیست. یعنی اوکی تو وقتی که با گوشی میبینی اوکیه، متوجه نمیشی، ولی علاوه فنی این مشکل داره. اگه یه نفر با هندزفری ببینه، مثلا این ولوم سمت راست ولوم بیشتریه، سمت چپ ولومش کمتره، خب این اذیت کننده است. روان‌نویس خاص و لاکچری چی؟ این ممنون. اطراف برند چطور؟ گرادیانتش خیلی بالاه. این محدوده بالایی که برای گرادیانت گذاشته خیلی بالاست و خیلی خوب نیست و نباید روی صورت سوژه رو بگیره یا روی این متریالی که داره نشون میده نباید این گرادیانت حداقل بیاد دیگه. نهایتا تا وسط تصویر، نهایتا، که دیگه اینجا فیت میشه. به نظرم نباید خیلی بیایم، یعنی مشکلشه، این یه امتیاز منفی میگیره. نه اصلا هیچ کدوم از اینا رو برای هدیه دادن ترانزیشن هایی که استفاده کردن فید تو بلکه. چرا؟ نه خیر. میگم فید تو بلک اصلا برای ترانزیشن خوبی نیست برای سبکی که الان داریم کار میکنیم. یعنی چی آخه؟ این همه ترانزیشن داریم، فیلم برن داریم، ترانزیشن آماده زیاد داریم،
زوم این زوم بک چه میدونم چی آخه. روان‌نویس خاص و لاکچری چی؟ حتی افکتی هم که روی صدای خیلی اذیت کننده است. این افکتی که این دیلی که داره، این ریوربی که داره. اینم عطرای برند چطور؟ نه اصلا هیچ کدوم از اینا رو برای هدیه دادن به همسرت موزیک نداره. نخر، چون ارزش نداره. هنوز نمیدونی که برای داره. روز جهانی اینجا داره. ترانزیشن ساند افکته نداره. خیلی هوش بدیه. ساند افکت خیلی بدیه. من اصلا دوستش ندارم. خیلی بده. نداره. هنوز نمیدونی که وا گرادیانت کجا رفت؟ این چقدر بده. ببینید یه لحاظ گرافیکی یه لحاظ زیبایی شناسی استروک خیلی قدیمی شده دیگه، اصلا واقعا استفادهش نکنید. واقعا حتما این گرادیانت باشه. این اصلا سفید هم باشه رو گرادیانت مشکی قرار بگیره خب خیلی خوب میشه. تا همش خودمو میبینم این برای روز جهانی شادوی مشکی به این بدی. دوباره استروک. یه مرد به عشق چیه؟ این همه توی پلاگین اتمیست یه سری تکست انیمیشن داره. ببینید اینا رو ببینید. من خودم تو ویدیوها همیشه از اینا استفاده میکنم. حتی اینه که خالص‌تری میاد نه. یه سری هم تو اینه. ببینید اینا خیلی خوبن. استفادهش هم خیلی راحته. حالا جلوتر بهشون میرسیم. هدیه بدی؟ میدونم هر حاجی این ساند افکت خیلی رو مخه. استفاده نکنید جولینا داشت. بدی؟ میدونم هر خانومی که الان داره این پست رو نگاه میکنه درگیر انتخاب هدیه برای عشقش به مناسبت روز جهانی مرده. دوباره ساند افکت بعد. اما اگر نظر منو میپرسی، من میگم کادوهایی که ارزش مادی داره رو به کل فراموش کن. مهمترین و ارزشمندترین هدیه‌ای که میتونی به مردت بدی هدیه‌ای هستش که پایه و اساس زندگی عاشقانه و مشترکتون رو محکم‌تر کنه و ارزشش چیزی فراتر از کادوهای ما. گفت چیزی نگفتی. کلا تکستو باید توی تصویر برداریش یه خورده سوژه رو بالاتر قرار میداد که تکست همه بیاد پایین و اون گرادیانت باش. این چرا اینجوری داره میشه؟ داره پر میشه؟ چرا؟ این هم یه چیز خیلی قدیمیه، یعنی قدیمی شده، یعنی خیلی به روز و ترند نیست که استفاده بکنید که مثلا یه متن پر بشه یا مثلا لوگوی یارو پر بشه یا مثلا این پر بشه. مثلا چیز خوبی نیست واقعا. مهمترین و این هدیه رو بهش ندادی یا اصلا نمیدونی که چی هست، کپشن رو با دقت بخون، به حرفام هم خیلی خوب فکر کن. چشم. از لحاظ تدوینی خب احتمالا کسی اینو زده که خب به قولی یعنی کارفرمایی نمیخواد خیلی هزینه بکنه و باید یه طور خوب کار بکنه و یه طور حرفه‌ای کار بکنه و تقریبا اون کسی که براش زده خب سطح پایینی داشته و آره خیلی مشکلات داشت. اصلا زوم و زوم بک نداشت. زوم بک داشت یعنی خیلی خوب نبود. بیشتر قابل خودش استفاده کرده و تکستش اصلا خوب نبود. حالا فونت دوران استفاده کرده یه سری کارا کرده ولی اصلا خلاصه که ویدیوی خوبی نبود اصلا. بهتر بود که مثلا تکستا پایین بود، توی قالبی بود، توی مثلا بک‌گراندی داشت. رنگ مشکی اصلا برای تکست خوب نیست. چون رنگی که اصلا نور نداره. علاوه نوری هیچ نوری نداره. یه رنگ روشن‌تر، حالا مثلا یه بک‌گراند مثلا بذارید تکست نمونه براتون بنویسم.
اگر هنوز این هدیه روی اینم که یهو مثلا پاک میکنید همش پاک میشه، به خاطر اینه که توی اسنشال گرافیک چپچینه، برای انگلیسیه. راستچینش بکنید این هم وسط چی بیاد وسط. الان که تایپ بکنید این پاک بکنید یکیش پاک میشه. همین هدیه رو فونتش هم دوران مثلا. این مشکی اصلا خوب نیست. مثلا حالا من اگه باشم از رنگ سازمانش استفاده میکنم. این مثلا رنگ سازمانیشه؟ نمیدونم، پیجش دقت نکردم به رنگ سازمانیش. و الان که وسطه، مثلا شما شادو میخوای بدین اصلا مشکی بدین و رنگ دیگه اصلا استفاده نکنید، چون سایه رنگی که نداریم، سایه مشکیه. حالا اوپاسیتیش کم و زیاد میشه. و من همیشه اینو میذارم اینجا، هایلایتش بیاره. آره 100 مثلا من این رو 10 میذارم، این رو 10 میذارم، یه خورده کوچیک‌ترش میکنم. مثلا حالا گرادیانس مثلا میدم، یه دونه مثلا ادجاستمنت لایر بسازیم و افکت رمپ رو بهش میدی، افکت کنترل، مودش رو مولتیپلای میذاری. این دوتا عدد هم جابجا میکنه، 1920 صفر. این همونیه که اول ویدیو داده. ببین چقدر بالاه، این دقیقا همونه. این دستگیره بالاشو باید بیاری مثلا اینجا بذاری. خب این تکست هم میذاریش اینجا. چرا اینجا؟ ما یه دونه فایل داشتیم به نام PNG فوتو پروکانال ایشون سیف زون اینستاگرام. ببینید لایک و کامنت و شیر و این متریالی که خود اینستاگرام برامون قرار داده، اون بالا که اصلا خوب نیست کلا. این سر سوژه هم باید همیشه بالاتر باشه. من باشم زوم میکنم آره که این سرش بره بالاتر، اینجا باشه. و تکست هم الان جاش خوبه، آدم میتونه یه مقدارم بالاتر بره. تکست هم کدوم لایه همینه، یه خورده بره بالاتر. اینم که اون چیز هست، اینم نمیخواد. الان همین خوبه، خیلی شیک، مجلسی، مینیمال، نه اون چیزایی شلوغ پلوغ اصلا به درد نمیخوره. اصلا ادیتور بگذاریم ولش کن. و مثلا الان بخوام اگه از اتمیکس استفاده بکنم، مثلا از این بخوام استفاده کنم، با این تکست اینو متن اون که نوشتیم دوران مثلا با این میشه خوره فاصله رو کم کرد، بیا پایین تر، اینجا تکست انیمیشن آوتوش من همیشه بر میدارم، دراپ شادو این که 100، اینو فکر کنم 0، نه اینو میذارم 10، اینو میذارم 0. این متن رو برش داریم و ایشون آره خاموش بود. ببین الان این دیگر رو بهش نداد. ببینید خیلی بهتره تا اونی که بود.
حالا مثلا میتونم اون لوگو هم مثلا این پایین بذاریش، یه مقدار مثلا اپاسیتیشو کم بکنی و این داستانا. بله باتری دوربین رفت، هنوز شروع نکرده. اوکیه، بریم سراغ ویدیوی بعدی. شماره 4. برای برند شدن خب همین اول کار، این تکست اصلا خوانا نیست، بیشتر دارم نقد میکنم. این تکست اصلا خوانا نیست، یعنی باید تکستی که میذاری یه کاری بکنی طرف ببینه توی من ویدیوت، مخاطب ببینش. اصلا خوانا نیست، بیزینست این کار این اصلا خوانا نیست. انقدر گلو داره، یه دونه شادویی مثلا مشکی نداره. این کارا رو انجام این هم همچنین. حالا باز بیشتر یه خورده معلومه. مخاطب خودت ساند افکتی داشت، مخاطب خودتو بشناس. اصلا خوب نیست ساند افکت. صداش اصلا ببینید اینجا وی فرم مشخصه، صدای خود دیالوگا نریشن ببین ولوم کمتری نسبت به چیز، به صدای ساند افکت داره. موزیک هم که اصلا من نشنیدم. برای برند شدن بیزینست این کارا رو انجام مخاطب خودتو بشناس. حالا رنگ سازمانی استفاده کرده خوبه، پس چرا اون رنگش زرد بود؟ اینم نارنجش میکردی دیگه. آره رنگ سازمانی استفاده میکنین کلا تو کارتون بیارید، خیلی بهتر میشه، خیلی حرفه‌ای‌تر این میشه کارا رو کارتون. انجام مخاطب خودتو بشناس. مشتریای تو کی هستن و بهشون نیاز دارن. با حالا چی بود اومد؟ کی هستن و بهشون جالبه. نیاز دارن. برندت رو قابل شناسایی یا موندگار صدا این اصلا لول نیست، یه صدا بالا یه صدا پایینه. چرا؟ اصلا حرفه‌ای نیست، لحاظ فنی این کار مشکل داره. کن با آها قابل شناسی. این کارم نکنید تو رو خدا، فقط از سروش میبینی برای تکست اصلا خوب نیست واقعا. و از طرفی بک‌گراندی هم که برای تکست میذارید رنگش علاوه نوری نور کمتری نداشته باشه نسبت به تکست، یعنی تکست روشن‌تر از بک‌گراند باشه. مثلا الان اینجا تکست ما نارنجیه، نورش بیشتره، متنمون مشکیه، چه رنگیه؟ خاکستریه. من بودم برعکس کار میکردم اگه میخواستم اینجا تا رنگ استفاده بکنم، و اینو حتما برعکس انجام بدید لطفا. مثلا بک‌گراندش رو میکردی مشکی با اپاسیتی مثلا 85-90، رنگ متن میشد مثلا نارنجی با یه وزن بولدتر، نه این وزنی که الان استفاده شده. اصلا خوب نیست این دو تا وزنی که استفاده شده. ها پشت پاشه. من اصلا اینجوری اصلا حرفه‌ای نیست به نظرم. یه گرادیانت میخواد که اینو بیاد استفاده بشه، خیلی شیکتر و مینیمالتر و خیلی حرفه‌ای تره. کن با لوگو وزن سنگین تر بازم. حالا اگرم میخوام اینو تاییدش رنگ کنم، سازمانی و وایس برنده در فضای مجازی حضور داشته باش. بازم وزن بولتر حتی. اول از همه یه وبسایت حرفه‌ای نیاز داری، بعدم ببین کدوم یکی از این پلتفرم‌ها مناسب. باز این صدا رو میبینین اینجا پایینه، اینجا بالا، اینجا پایینه، اینجا بالاه. خب مخاطب که وقتی داره میبینه خب اذیت میشه دیگه. ما هدفمون اینه که مخاطب اذیت نشه، چون اگه اذیت بشه میره بعدی. یعنی خیلی نکته مهمیه. اول از همه یه وبسایت حرفه‌ای نیاز داری، بعدم ببین کدوم یکی از این پلتفرم‌ها مناسب به اینستاگرام، لینکدین، تیک تاک، محتوای درست و اصولی تولید کن و به صورت منظم اینو اصلا دوستش ندارم. بعد اینو کاستومایز میکنه به رنگ سازمانیشه، ادیتش میکنه. حالا خواسته نماد چی رو خواسته به اشتراک بذار. تبلیغات هدفمند داشته باش تا بودجه کوچیک. آنالیز کردن دائمی رو فراموش قرمز خب نارنجیش میکرد دیگه، لعنتی نکن و از مشتریات بازخورد بگیر. لایکا کامنت هم یادتون نره. ساند افکت میخواستیم مثلا که میاد بالا، لایک و فالو. مرسی. این هم اصلا ویدیوی خوبی نبود و باز بعد روی گرافیکش کار میکرد که بهتر بشه، ترانزیشن های بهتر، زوم و زومک های بهتر، ساند افکت های بهتر. راجع به صدا هم گفتم که صداها لول نبود، یه صدا پایینتر یه صدا بالاتر. خب چرا؟ تو که میتونی درست، چطوری میشه درستش کرد؟ مثال این
اگه بخوایم کات بزنم من اینا رو، اگه من تدوینگرش باشم، خود پریمیر یه قابلیت داره یه کات بزنم. وقتی لایه های صداتو انتخاب بکنی، جی رو بزنی، اینجا بازم گزینه‌های دیگه داره، فقط به این گزینه اکتفا نکنی. این گزینه میاد همه صداها رو تا جایی که جا داره پر میکنه، یعنی میاره بالا، افزایش میده. اوکی رو که بزنی این تغییر کرد، اینا تغییر نکرد. چرا؟ چون اینجا این قلهه باعث شد که ما آنالیز خوبی نداشته باشیم. اینم که خب قلهش رفته بالا، اینم که بالا شد. ببینید این خیلی صداش بیشتر شد، این همچنین، این خیلی بهتره. الان ببینید دوباره مگه کنترل زد کات بزنم، اینا رو دوباره انتخاب کنم، جی، اینو احتمالاً به خاطر این قله است متوجهش نمیشه. و حتما قله هاتون رو بالا ببرید. ببین الان من وقتی پلی بشه ببین قله های صدا کجاست توی میتر، آدیو میتر. درست و اصولی تولید کن و به صورت منظم به اشتراک بذار. این باید بیشتر بشه دیگه، جی رو بزن همینجا، اصلا 5 تا بیشتر بشه میده. بینی هستنی بعدم ببین کدوم یکی از این اون هم ساند افکت هست، این صدا زیاده داری اذیتمون میکنه. پلتفرم‌ها مناسبت این بینی هستنی بعدم ببین کدوم یکی از این پلتفرم‌ها مناسبت اینستاگرام، لینکدین، تیک تاک. محتوای درست و اصولی تولید، محتوای درست و اصولی. به به، به این دقت نکردم چی داره میگه. نمیدونم. الله اکبر. خب بعدی رو بعد بزنم دوربینم رو تو شارژ، باتریش تمام شد. حالا به این فکر کردین که فرهنگ توی ازدواج چقدر میتونه تاثیر داشته باشه؟ ازدواج با کسی که از یه فرهنگ دیگه است هم میتونه فرصت باشه هم چالش. مثلا بعضیا معتقدن چون که تحصیل کرده هستن و ارزش‌های مشترک دارن، تفاوت فرهنگی نمیتونه مشکلی براشون ایجاد کنه. در مقابل یه عده دیگه هستن بدون شناخت از فرهنگ همدیگه رو قضاوت میکنن و حاضر به ازدواج با اقوام دیگه نیستن. حتی بعضی از والدین هم بر این باورن که ازدواج فقط باید با همفرهنگ خودت انجام بشه. به گفته دکتر دیلن بنکس، امیدوارم که درست گفته باشم، 2 تا راهکار هست برای حل مشکل. 1 گفتگو، 2 پذیرش تفاوت‌ها با ذهن باز. حالا با این توضیحاتی که گفتم میشه نقش فرهنگ رو توی ازدواج نادیده گرفت؟ قطعاً خیلی. برای اطلاعات بیشتر مقاله نقش فرهنگ در ازدواج رو توی سایت هامی مدیا مطالعه کنید. خب حالا به این فکر کردین که فرهنگ توی ازدواج ببینید این که حالا زوم کرده این نما رو به دست آورده جالبه. گرادیانت که نخواسته داشته باشه. اوکی. ببینید باکسش خوبه، باکسش که اپاسیتیش کمه، یه ذره بک‌گراند مشخصه. اینو نیستم کلا برای هیچ پروژه‌ای. من حالا مثلا میگی اوکی کارفرما خودش خواسته که این حتما باشه، اوکی میذاری، ولی تو با عنوان یک ادیتور بعد به کارفرما بگی آقا این چیز قدیمیه، این دیگه منسوخ شده، در کار افتاده فلان، متقاعدش بکنی با اون هنری که داری. هنر مذاکره منظورم بود. با اون هنری که داری این استفاده نکنه، کارش بهتر بشه. آره. و اینجا هم دوباره گفته بودم که از استروک خالی استفاده نکنید، اصلا خوب نیست، قشنگ نیست، از لحاظ زیبایی بصری، زیبایی شناسی قشنگ نیست اصلا. و همون مثلا یه متن مثلا مثل یه متن بولدی باشه که با عنوان میخواین استفاده بکنین ازش، و یه بک‌گراند نه یه شادوی مشکی هم داشته باشه دیفالت، و الان یه حالت گلویی مثلا فکر کنم همین رنگ خودشه. آره بازم این خوب نیست اینجوری.
که متن بولد باشه و اینجا رو پر بکنه. چقدر میتونه تاثیر اوکی جالبه داشته باشه؟ ازدواج با کسی که این تکنیک باحالیه، قشنگه. فقط خود زیادی رو توش شده همه چی، یه حالت فلو گرفته. حالا من فکر کنم به خاطر دوربینی که ضبط کرد، مثلا گوشی بوده، فکر کنم آیفون بوده احتمالاً، صورت خاصه یا نمیدونم چرا شونه ها و این داستاناش عجیبه. این نکته منفیه. از یه فرهنگ دیگه است، هم میتونه فرصت باشه هم چالش. ببین که خواستی این بره پشت دستش، جالبه. این بهتر که روی دستش باشه. مثلا بعضی معتقدن چون که تحصیل کرده هستن این قاب بهتریه از اینکه نصف صورتشو برده بودی. راجع به انتخاب رنگ ها، ببین از زرد استفاده کرد. حالا بک‌گراندم اوکی، اون خودش توی فیلم برداری کار کرده. خواستی که آبی استفاده کنی، مکمل رنگ زرد باشه. من مخالفم. تو یه ویدیو که میخوای تدوین کنی، رنگایی که استفاده میکنی باید طیفش مشخص باشه، یه سازمانی باشه. مثلا معمولا نمیدونم زرد با آبی اوکی مکمله، ولی جالب نیست به نظرم. یا اون آبیه به نظرم اوکی، زردش میکردی مثل همون زردی که اول استفاده کردی. ارزش‌های مشترک دارن، تفاوت فرهنگی این قشنگ بود، زیرش خط اومد قشنگ. نمیتونه مشکلی براشون ایجاد کنه. در موقع اصلا یه مشکلی ایجاد کنه نمیتونست. مشکلی تو ذهنم بود که مثلا یه زبدری بیاد، یه کاری بشه که علاوه گرافیکی ما این مشکل ایجاد نشدنه رو ببینیمش. تو فرهنگی نمیتونه مشکلی براشون ایجاد کنه. در مقابل یه عده دیگه هستن بدون شناخت از فرهنگ همدیگه رو قضاوت میکنن. چرا چپ اومد؟ یه بارش راست. اینم کاش یه شادوی مشکی داشت. قشنگه. اینم شادوی مشکی داشت قشنگتر میشد. البته اینم بگم اگه ما از اون هلپ استفاده کنیم، تصویر چرا رفت؟ نه ببین خطه، لب خطه، چون این محدوده از ویدیو رو خود اینستاگرام کراپ میکنه، هم از این سمت هم از این سمت. آره خیلی ببین الان باز زیر این آیکون ها اومده، اینا کوچیک‌تر میشد. حاضر به ازدواج اینو برعکس بازش میکردی، پای میوردش بالا. نه پای میوردش بالا. حاضر به ازدواج با اقوام دیگه نیستن. اینا میاد بالا، رنگش اوکیه، ولی اینکه بنفش شده نمیدونم. مثلا از قرمز استفاده کردی، آبی استفاده کردی، زرد استفاده، از بنفش استفاده کردی. حالا سفید که دیفالت هست، مشکی هست، اینجا صورتی داره، تینت داره، اینجا پرپل بنفش داره، تیره روشن. حتی بعضی از والدین حالا خواسته شاد باشه فضاش، ولی حرف فیلم، حرف ویدیو چیز شادی نیست در کل. آره اینم بر این باورن که ازدواج فقط باید با همفرهنگ خودت انجام. این راجبه این ترکیب بندی اوکیه، قشنگه، خوبه، ولی حالا خواسته اینو اینورتش استفاده بکنه. این بکه باید مشکی میشد به نظرم. آره این بکه باید مشکی میشد که این بهتر دیده بشه. اینم بالا باز شادوی مشکیه رو استفاده کنید تو رو خودم. به گفته دکتر دیلن بنکس، این باحال بود که زوم شد بک‌گراند فول. که درست گفته باشم، دو تا راهکار هست برای اینا هم باحال بود. حل این مشکل. یک، گفتگو. باحاله. دو، دوباره رنگ آبی. پذیرش تفاوت‌ها با ذهن باز. حالا با این توضیحاتی که گفتم میشه نقش فرهنگ رو اینو نیستم اینجوری زوم شد. توی ازدواج بکه بنفش نادیده گرفت؟ قطعاً خیر. برای اطلاعات بیشتر مقاله نقش فرهنگ در ازدواج رو توی سایت خامین مدیا مطالعه کنید.
آره ببین ترانزیشناش خوب بود، صداش اوکی بود، دارن تفاوت فرهنگی نمیتونه موزیکش یه مقدار زیاد بود، مشکلی براشون ایجاد کنه. در مقابل یه عده در کل ویدیوی نسبتاً خوبی بود، نمره خوبی میگیره در کل به نسبت قبلی ها. 5 دیدیم 6. این ویدیو اینو من دیدم گریه کردم باهاش، گریه. آبجو بخور اما خوبش کن. یه بار ببینیمش. این آبجویی که تو میخوری شک نکن چربی کبد برات میاره. حالا اون آبجویی که من میگم 1 کیلو جو رو با 10 لیتر آب مخلوط میکنی، میریزی داخل یه ظرف مسی، نیم ساعت میذاری بجوشه، کفاشو میگیری صاف میکنی، میریزی داخل یه ظرف شیشه‌ای، روزی 1 لیوانشو میل کن. کلیه، معده، روده، مجاری ادراری همه رو پاک میکنه. حالا اگر از اون آبجوها خوردی، کبدتو داغون کردی، کلمه آبجو رو برام بفرست تا راهکار پاکسازی کبد رو بهت بگم. سوالی هم داشتی کامنت کن، اینم بفرست واسه دوستای باحالت. من بیشترم راجع به سناریوش فکر میکنم که تونست خیلی بهتر بیاد این رو بیان بکنه. حالا کاری با سناریو نداریم، بریم بیشتر راجع به تدوین صحبت بکنیم. آبجو بخور اما خوبش کن. ببینید مثلا شادو مشکیه، سایه مشکیه. حالا خواستی بیایی نشون بدی که رنگ سازمانش استفاده کرده، مثلا خوب نیست، قشنگ نشد. و میتونست مثلا طیف تیره ترش رو استفاده بکنه که بخوره مثلا در متمایل به مشکی بشه. و اونم ترکیب بندیاش اصلا خوب نیست. باز ترانزیشن یه متنش هم کنم اتومیکسه، نمیدونم چه هم چیزی اتومیکس هم داره. حالا نه این هم مثلا شبیه اینه. فونتش اصلا خوب نیست. این خیلی اصلا خوب نیست. آره تو میخوری شک نکن چربی کبد یه زومبکی برات میاره. حالا آبجویی که من میگم 1 کیلو جو رو با 10 لیتر آب مخلوط میکنی، میریزی داخل یه ظرف مسی، نیم ساعت میذاری. صدا رو باید با ایهنس خود پریمیر، تو این نسخه جدیدش احتمالاً هست، شاید نداشته باشید و نسخه پایینش استفاده بکنید. یه دونه افکتی رو من توی پیج معرفیش کردم که اگه الان استفاده بکنید صدا رو میتونه بهتر بکنه. فاب فیلتر. با فاب فیلتر توی پیج آموزشش هست. توی کانال تلگرام آموزش کلا کار کردن و نصب و همه چیز رو قرار دادم. با هم میتونید صداتون رو بهتر میکنید و یه خورده صدا رو قله هاشو بهتر میبره بالا اگه نسخه بالای پریمیر رو ندارید. و بجوشه کفاشو میگیری. موزیکش هم نمیخوره به کار. مثلا موزیکه مثلا یه حالت مهد کودک به آدم میده بیشتر. صاف میکنی میریزی داخل یه ظرف شیشه‌ای، روزی این لوگوشون حالا خواستن استفاده. من یه بار کارفرما داشتم تقریبا همین داستان اونم داشت، میگفت هر کاری میکنی این باید اینجا بمونه. گفت هیچ کاری نکردی، هر اصلا اینو فقط نگرش دار. تحت هر شهید شدیم. خیلی رو مخه این چیزه. گرادیانت هم که نداره، 1 لیوانشو میل اصلا خوب نیست. کلمه آبجو رو برام
بفرست. این دو ترکیب بندی رو من اصلا دوست ندارم، اصلا قشنگ نیستن. این خوبه اینجوری. خب اینا همونجوری باید مینوشت. آبجو رو فقط رنگش رو می‌کرد مثلا همین زرد. زردم نه آخه آبی با این زرد کنار هم اصلا خوب نیست. عدد زیبایی شناسی. کعبه رو بهت بگم. سوالی هم داشتی کامنت کن. اینم بفرست واسه لیسته راحلت. اینم بفرست لیسته راحلت. بگذاریم. امروز این ویدیویی که برای تاهاه. امروز روزشه یا ببینیمش. برای دانش آموزای هر رشته. اگه نمیدونی از اسمم تو کنکور چیکار باید بکنی، این دوره مال تو. هم جمع‌بندی کن، هم تست بزن، هم نهایی و 20 شد، هم کنکور اردیبهشت رو خیلی راحت شد. آزمون، تکلیف و برنامه مطالعاتی هم که پای ثابت دوره‌های ماست. برای دریافت مسابقه رایگان کلمه اسفند کامنت کن. خب ویدیوی نسبتاً خوبی بود ولی امروز روزشه. دوباره استروک. اصلا استروک استفاده نکنید اصلا. و شادو استفاده کنید و مثلا این سفید بشه این آبی اوکی، ولی استروک اصلا قشنگ نیست. برای دانش آموزای ترانزیشن نداشت. ترانزیشن استفاده کن تا آره ترانزیشن کار رو بهتر میکنه. برای دانش آموزای هر رشته. اینجا هم روتوبرش استفاده کرده، روتوسکوپی کرده و تکستش هم که گفتم داستانش چیه. دانش آموزای هر رشته. ببین اینو بردی بیرون این مونده، اینو نمی بردی بیرون، این ترکیب بندی رو خرابش نمی کردی به نظرم. باید بید اصلا این چپتره انتهاش، اینو باید چپ هاشون علاوه از سمت چپ توی یه راستا باشن. علاوه گرافیکی بخوام بهت بگم این ستا باید یه رنگ میشد، این رنگش متفاوت میشد به نظرم. اگه نمیدونی از اسفند تو کنکور چیکار بود این دوره مال باحال نکته و تست اسفند. هم جمع‌بندی کن، هم تست. این کلمات رو بیار پایین، گرادیانت استفاده کن به نظرم. حالا بیشتر خواسته که پشت سوژه ببری و از روتوسکوپی استفاده کن کارت حرفه‌ای‌تر بشه، ولی به زور چپوندیش به قولی. هم نهایی و 20 شد، هم کنکور خیلی راحت شد. آزمون، تکلیف و برنامه مطالعاتی هم که پای ثابت بیشتر راجع به گرافیکاش من صحبت کنم. حالا استفاده افکت هم که گذاشته باحال بود. آره این از اینا. فکر کنم تایمش هم زیاد شد ویدیو. اگه ویدیویی داشتین حتما برام بفرستین، هم میتونید توی دایرکت بفرستید تو اینستاگرام، آیدی رو براتون میذارم، هم آیدی کانال تلگرام براتون میذارم، اونجا میتونید برام بفرستین. تو پارتای بعدی میتونم بیشتر تحلیلشون بکنم براتون و نکاتی که لازم هست رو بهتون بگم. و بریم سراغ اون ویدیویی که برای سری اول گفتم بهتون قراره باهاش صحبت بکنیم، درباره‌اش صحبت بکنیم. این دوتا هست، یکیش فعلا از ورش داریم، اینا هم دیگه فعلا نمیخوایم. آها این ویدیو ببینید. برای ساخت این ویدیو اینجا بندر عباس، شاهراه فاطمیه، بریم به قلب عبدالقرار. اینجا 0 تا 100 هر ابزاری که به کارت میاد ما موجود. خب ببین تکست ها همونطور که گفتم بک‌گراندشون یه مشکیه که آبسیدش کمه. حالا من گلو هم دادم. گلو رو چطوری ساختم؟ گلو رو من خودم ببینید توی این پیرستام یه دونه گلو دارم که ساختمش چطوری.
بریم شما تکست که بنویسی اینجا، بعد وسط چین شادوشو فعلا برمیدار. از تکست باید یه کپی بگیرید، این گلوی تکست یوزف ادیتور رو روی این بندازید، یه حالت گلو داره، اینم به شادو رو بدم و اوپاسیتیش 100. حالا شما میتونید برای اینکه تغییرش بدید اینا، این افکت گاشنبله رو، این پارامترش رو تغییر بدید، میبینید تاثیرشو و به اون چیزی که میخوایم برسید. آره این گلوه. حالا این پیرستم اگه خواستین کامنت کنید براتون میفرستمشون. و حالا این اصلاح رنگی که داره برای آیفونه، خود این پریمیه. حالا نسخه سخت‌ترش رو بگم، ممکنه سری از این ورژن استفاده نکنه و ندونه، چون مثلا اگر اینو داشته باشین وقتی که روی اون ویدیویی که دارید تدوین میکنید و لاگ هستش، حالا چه آیفون چه با دوربین حرفه‌ای مثلا آلفا 7 و اینا، روش کلیک راست که بکنید توی مودیفای، تو بخش توی گزینه کالر و توی این گزینه که فعال بکنید، اینجا میتونید پریستی که میخواین رو انتخاب بکنید. و برای اگر آیفون بود اینجا باید رک 709 رو انتخاب بکنید و اگه کالرش برای دوربین حرفه‌ای بود باید از فیلمبردار بپرسید که با چه پریستی اون لاگ گرفته شده و معمولا این پریست هست. اسکمت تیری سینی که از استفاده میکنم معمولا چون بهتره به نسبت قبلی ها، این پرکار برده. اینو انتخاب میکنی، اوکی رو بزنی، تنظیمات اعمال میشه و تازه میشه ویدیویی که لاگ نیست و باید تازه بیای اصلاح رنگ رو براش انجام بدی. و آره اینو که اوکی بزنی تغییرات اعمال میشه، ولی خب ما این چون لاگ نیست کنسل رو میزنیم. این لاگ بوده برای آیفون بوده که تغییرش دادم. اگر بخوام یه دونه ویدیو نمونه بیارم براتون که آیفون باشه، این ویدیوی اصلی همین ویدیوه. ببینید شما وقتی که با این یه سکانس بسازید ببینید که این حالت لاگه. خب و اگه تنظیمات سکانس رو باز بکنید ببینید که کالر این سکانس رک 2100 HLG که این فضاییه که داریم میبینیمش. اینو باید به رک 709 تغییرش بدید. اوکی و خود اینم چک کنیم ببینیم کالرش، اینم ببین دوباره اینجا رک 2100، اینم می تغییر میده به رک 709. وقتی که به رک 709 تغییرش دادیم باید بیایم اصلاح رنگش هم انجام بدیم. لومتری کالر رو نیاوردم. لومتری کالر اینا معمولا من رو 30 میذارم، اینا با 20. خب ببینید این اصلاح شده که انجام دادیم و در مقایسه با این یه مقدار
قرمزی یا تینتش بیشتره که حالا اونجا میتونیم اینجا ما تغییر بدیم، مثلا این بیشتر بره سمت تمپریچر، سمت گرما. من 20 تا اوکیه، این مثلا 10 تا تقریبا یه هم چیزی میشه، هم چیزی. خب این میشه کالرش. و برای تکست هم که گفتم اینجا اگه ببینید اینجا لایه تکست هاست، این ویدیوه، این موزیکشه، یه 3 ساوند افکت داریم. اینجا بندرعباس کارهای این ترانزیشن فیلم برنه که توی اتمیکس هست، توی ترانزیشن ها فیلم برن. ببینید اینجا همه چی رو داره، وقتی نصبش بکنید میتونید همه استفاده بکنید. فاطمیه بریم به قلب. اینجا قلب رو آوردم، ساوند افکت قلبم براش گذاشتم که حس ایجاد بکنه. اینجا هم ترانزیشن خود پلاگین فیلم ایمپک استفاده کردم. اینا هم فوتش خودشون دارن. این هم ترانزیشن خود فیلم ایمپک دوباره. ببینید اینجا دوباره ترانزیشن فیلم ایمپک، اینجا ترانزیشن، اینجا تکسته. 0 تا 100 هر ابزاری که به زوم بک کارت میاد ما موجود. ببینید کلمه‌ای که متفاوت خواستم باشه رو رنگش رو عوض کردم. اینم که اینجا چشمک زد دقیقا همین. ساختش خیلی آسونه، کافیه شما یه دونه ادجستمنت لایر داشته باشی. بذار بیارمش توی این ویدیو. یه ادجستمنت لایر که داشته باشی نیازه که 6 فریم 5 6 7 فریم باشه و این وسط افکت لومتری کنم، این پنلش هم استفاده کنید. اوکیه. اکسپوژر رو شما زیاد کنید تا انتها، این هم باید بزرگترش کنید. اکسپوژر که زیاد کردین شما میایید توی تنظیمات افکت کنترل، توی تنظیمات همین اکسپوژر بیایید توی تنظیمات لومتری کالر و این استاپ واچ یا تگل انیمیشن اکسپوژر رو روشنش بکنید که یک کی فریم برامون توی این فریم ایجاد بکنه. فریم سومشه فکر کنم 1 2 3 درست. تو فریم سوم یه دونه کی فریم بذارید 7 تا، بیشتر از این دیگه نمیشه. و 0 اینو بیارید ابتدا، انتها، دوباره آخرم 0. خب یعنی ما الان توی 3 فریم میبینیم که تصویر سفید میشه و توی 3 فریم میبینیم که تصویر از سفیدی برمیگرده که خروجی میشه این. بریم این دقیقا همون چیزیه که توی ویدیو من انجامش دادم و همزمان با انجام و اجرای این تکنیک یه ساوند افکت گذاشتم که ساوند افکت تیکه. کارت میاد ما موجود. دقیقا همینه که این دوتا همزمان اون حالت رو ایجاد میکنه. اینجا هم برای اینکه ویدیو زوم بک شد من ساوند افکت براش گذاشتم که بیشتر حس رو التقا بکنه. ببینید دوباره ساوند افکت داریم و اگه دقتم بکنید وقتی دیالوگ نداریم من موزیک رو زیاد کردم و دوباره وقتی خواست دیالوگ شروع بشه موزیک رو کم کردم. اینجا میتونید اینجا بذار بریم راشا رو من باز بکنم. ببین راشای پروژه هست. خب ما این ویدیویی که داشتیم بود اینجا بندرعباس این همه اضافات داشت، اینا همه پاک شد. اینجا بندر اولیه، این همون نمای چیز بود. اینجا 0 تا 100. ببین اینجا خود کارفرما با گوشی گرفته بوده، خودش زوم بک کرده و زوم کرده اینجا، یعنی خیلی
ناخودآگاه بوده، از قصد نبوده که به این ور زوم بکنه. و من اومدم دقت کردم دیدم که دقیقا اون بنده خدا توی پلن بعدی اینجا وایساده. خب ببین دقیقا اینه، دقیقا رو همون نقطه وایساده. و من اومدم چیکار کردم، این دوتا رو زدم به هم دیگه، یه دونه ترانزیشن گذاشتم که این انگار با ترانزیشن اونجا یه به قولی ظاهر میشه، نمایان میشه. آره کلمش نمیشه. ببینید زوم بک ساند افکت براش گذاشتم، یه تا زوم میشه ترانزیشن برای فیلم ایمپکت بود و براش ترانزیشن گذاشتم، براش ساند افکت گذاشتم. این گارانتی رو ثبت کردن این متمایز باشه، چون گارانتی چیزی که مهمه براشون و کلا چیز مهمیه. اینجا این تکنیکی که انجام دادم تکنیک مسکه و این اصلا پلان حرکتی بوده که این پلان بوده. ببینید این پلان اصلیشه. من اومدم از اینجا اینو قشنگ ماسکش کردم که وقتی میاد داخل ویدیوی قبلی رو ببره. به همین راحتی، هیچ کاری نداره ماسک کردنش. آره حتی اینجا هم که ما لبشو داریم من براش پوزیشن دادم، به پوزیشنش کی فریم دادم، اینو بردم بیرون از قاب و آوردمش داخل. خیلی راحت. همین شد. راستی اینجا با خیال راحت از ما. این اون موقع من یه اشتباهی کردم، حالا خیال راحت رو باز سبزش میکردم که اینجا آبیش کردم که اشتباه. اینجا با خیال راحت از ما خرید کن چون هیچ محصول اینجا غیره. تمام. این از این ویدیو. بریم ویدیوی بعدی. این ویدیوی سختی نسبتاً، پولش هم بیشتر البته. برای اولین بار ببینید این با دوربین گرفته شده و همون حالت لایه که بهتون گفتم و بذار راشش براتون بیارم. مانیان نیاسلون یک راش. ببینید راش اصلی پروژه است. این دقیقا راش اصلیه. خب و 4K هم هست. ببینید الان مود کالر سکانس همون که رکب زدم اوکی و اونجا که من میدونم پریستی که لاگ گرفته شده با اون کامرا چیه، الان میام دوباره توی هم کلیک راست میکنم مودیفای کالر غیر سکانسی، مودیفای کالر. اینجا وقتی روی اسکمت تیری سینی بذارم اوکی، تا حدودی کالر انجام میشه، از اون لاگ در میاد، ولی باز جا داره که شما بیاید تصویر رو بهتر بکنید که توی اصلاح رنگ در میاد، که در حدی که نیازه برای اصلاح رنگی توی سوشال مدیا نمیخواد مثلا بری تقریبا همه نه معمولا دارم دیفالت کلی رو میگم که بری داوینچی یاد بگیری، داوینچی کار کالر حرفه‌ای بزنی اوکی خوبه یاد بگیری خفنه، ولی نیاز نیست واقعا تو همینجا هم کار در میاد. سوشال اینستاگرام دیگه، سینما که نمیخوایم کار بکنیم و شروع کنیم به کالر دیگه. من معمولا دوستم یه مقدار تصویرام سرد باشن، 10 تا کم میکنم، بعد یه خورده صورتی بهش میدم به خاطر پوست صورت. اینا اصلا 120 تا 130 میذارم، 130 میذارم، اکسپوژر رو کاری ندارم معمولا، یه 2-3 دهم استپ میدم، کنتراست رو تغییر میدم. اینجا یه خورده سوختگی داریم، هایلایتر رو باید کم بکنیم تا حدودی
ولی بازم آره شادو یه مقدار کم میکنیم، تاریکی همون بهتر دیده بشه. اینجا یه خورده واکتر رو کم میکنم، یه مقدارم بره هیچ تأثیری داره، کم داره. اینم 30، اینم 20. اگه بخوایم قبل و بعد کالرمون رو ببینیم، ببینید اون بود، این بود، شد این. خب این از کالرش که به این شکله. چرا نمیای؟ برای اولین خب من زوم کردم و کاراکتر رو سمت راست گذاشتم و پشت سرش رفتم روتوش کردم، دستشو کاملا روتوش نکردم، روتوش کردم، بکشو پشت دستش یه دونه باکس گذاشتم، تکستر روش نوشتم و با اتمیکسه همه یه موشنا که متنا میاد. این بار در کان این رنگ سازمانی خودشه که گفت استفاده بکن. اینم که متناست هیچی اوکی. این پرچمه هم من اینجا رو فقط همین یه تیکه لبه این جدول چیه ماسک کردم، پشتش یه دونه پرچم گذاشتم و این پرچمه رو اگه دقت بکنید با ترانسفورم آوردمش بالا، اون خود پرچمم با ماسک بازش کردم، بعد ترانزیشن خورده. اینجا کل سوژه توی افتر افکت روتوسکوپی شده. این که چطوری روتوسکوپی بکنید اگه واقعا نیاز دارید بدونید کامنت بکنید و توی ویدیوهای بعدی روتوسکوپی رو بهتون میگم. ولی خب سرچ هم بکن تو یوتیوب، زیاد آموزش براش هست. ملکتون توی ایران بفروش. خب ترکیب بندی رو ببین کلا متن سفید یا متن رنگ سازمانیش و رنگ دیگه ای رو بعید میدونم تو این ویدیو ببینیم و این درستشه. و این بالا هم میخواین ملکتون توی این آیکون موشنه که توی سایتش هم براتون کامنت میکنن، توی دیسکریپشن میذارم براتون چه سایتیه. فکر کنم بذار الان ببینم این موشن یا آیکون موشن آیکون که بزنید، آره این لورد آیکونه. توی سایت لورد آیکون که بیای اینجا یه عالمه آیکون موشن دار داره که اوکی. اینجا چی استفاده کردیم؟ هال مثلا ببین دقیقا چی استفاده کردم، نه این نیست، همینه منتها چیزایی مختلف داره. ببین این اون چیزی که من استفاده کردم، این ورژنشون. آره خیلی داره، هر کدومش چند نوع موشن داره که خیلی باحال و مفیدن اگه بدونید. و این همونه که من اومدم این رنگی که اینجوری خودش داره میتونی رنگش رو تعریف کنی. مثلا این سفید میتونی بک‌گراندش مثلا میگه بک‌گراند مثلا سفید باشه، این هم رنگ سازمانیتون به اینجا انتخاب میکنی و استفاده میکنی و این اونجوریه. میخواین ملکتون توی ایران بفروشید، میگه بفروشین. من این آیکونه رو بهش اسکیل دادم، کوچیکش کردم، قرمزش کردم با افکت تینت و توی ونکوور و اینجا یه دونه موشن ارو استفاده کردم که رنگش هم رنگ سازمانیه. از این میخوره به اینم دوباره تو همون سایت هست، دقیقا همین هست. بذارید یاش دقیقا خودشه. تورنتو ملک بخرین، دو رنگ سازمانی، زیرش هم میرسیم بالا خرید فروش نمیشن. ما میتونیم زوم کردم اینجا، رفتم توی فری پیک یه دونه پرچم چی؟ نقشه ایران پیدا کردم که اینجوری توی فتوشاپ ساختمش، آوردمش توی افتر افکت. این آیکونایی که میبینید روش هست رو توی افتر افکت اضافه کردم، خروجی پی ان جی
خروجی کویک تایم گرفتم که بدون بک‌گراند باشه، چون این موشن تو هر نقطه از ایران که ملک داشته باشین کمکتون اینو آوردم استفادهش کردم، با موشن میاد تو میره بیرون. بکنیم که زودتر ملکتون رو بفروشین. ببین این استفاده از این پوله باید دقیقاً به جا باشه. یعنی وقتی میگه بفروشیم ببینیمش، یه سری هستن از قبل بخوره زودتر میارنش یا دیرتر میارنش، ولی باید به جا استفاده بشه. کنیم که زودتر ملکتون رو فوتاژش هم تو یوتیوب هست. آره بزنیم مانی گرین اسکرین برات میاد تو یوتیوب بفروشین و اینجا دوباره همون تکنیکی برای کشور ایران زدم، برای کانادا هم زدم با نقشش. براتون سرمایه گذاری بکنیم. میتونین تو ترانزیشن دوباره سایت من اینم این موشنی که باز میشد، این لاینه، این باکسه با این ذره بینه توی سایت انواتو هست. موشن سایت فکر کنم زدم یا موشن سرچ زدم پیدا میشه هست. اینو گذاشتم اینجا، این متن خودم اضافه کردم داخلش. amlakvancouver.ca. این تا اینجاش فقط بود که میرفت. من اینو خودم اضافه کردم، این باز شدن این صفحه سایت طرف CA و قسمت فروش ملک در ایران. اینم موسر خودم، یه دونه موس، همین موسیقی تو صفحه دارید میبینید، یه دونه PNG درست کردم یا توی گوگل هم سرچ کنید هست. اینو آوردم خودم بهش موشن دادم. ببینید موشنشو، فروش ملک در ایران میاد اونجا. ببینید وقتی میرسه اینجا، ببینید دیفالت رو حالت عادی توی سایت دقت بکنید، ببینید موس که مثلا چجوری نشون بده. ببین موس که میاد، توی یه سایت من بریم، موس اگه دقت بکنید وقتی که بیاد روی این گزینه سالید رنگش اتوماتیک تغییر میکنه. خب من اونجا اومدم این رو تعریف کردم که وقتی موس میرسه به روی این یه دونه شیپ گذاشتم، شیپی که اپاسیتیش کمه، سفید، همین، چیز خاصی نداره. بعد که میخواد کلیک بکنه توی 10 فریم بهش اسکیل دادم، یعنی تو 5 فریم کوچیک میشه یه چند استپ، چند لول، و توی 5 فریم هم بزرگ میشه، میاد پارت قبلیش برمیگرده. در ایران ثبت نام اینم که جمع میشه با کراپ، افکت کراپ بکنین تا ما باهاتون تماس بگیریم. همین، چیز خاصی واقعا نداره. البته این تایملاینی که دارید میبینید، خب وقتی بلد باشی، حرفه‌ای باشی، بدون چیکار بکنی، میگی کار خاصی نداره، چیکار کردی مگه. ولی تو کار که بری، اینکه بدونی چی رو به کدوم سمت بری، چی رو استفاده نکنی، چه شکلی استفاده بکنی، با چه ترکیب بندی استفاده بکنی، فونتا، سایزا، رنگا، شکلا. من کل اینو بردم توی افتر افکت، دوربری کروتوسکوپی کردم. اینجا استفاده نکردم از اون لایه، اینجا استفاده کردم. آره همین. باز اگه سوالی دارید، نکته‌ای دارید، حرفی دارید، پیشنهادی دارید، توی کامنت ها حتما به من بگید. ویدیو هم طولانی شد میدونم و دمتونم گرم. باز اگه ویدیوی خاصی مد نظرتون هست برام بفرستین، تحلیلش کنیم و بررسیش بکنیم که بهتون دقیقاً بگم چیکار کرده، چیکار بکنید، چیکار نکنید تا بتونید ویدیوی بهتری داشته باشید و بتونید پروژه بگیرید، پول در بیارید، کسب و کار خودتون رو رشد بدین و زندگی بهتری داشته باشید. چاکریم.